سلام دوستان عزیز. من امروز میخوام در رابطه با مسئله که دیروز مطرح شد و اون بیانیه 4 حزب جبهه ضد حقوق بشر و ضد دموکراسی ایرانی بود، این سوال رو جواب بدم که آیا حفظ ایرانی کنونی ممکنه؟ این سوالیه که من میخوام جواب بدم. نمیخوام در سطح بین‌المللی و منطقی چه بلاهایی که ایران به وجود آورده و باعث نارضایتی همه همسایه ها از ایران کنونی شده حرف بزنم، ولی در داخل در 100 سال گذشته سیاست هایی که ایران به خصوص قوم حاکم انجام داده باعث دوری اون احتمال که قبلا در دوره قاجار بوده یا قبل از آن بوده، اون احتمال رو از بین برده. ایران هیچ وقت یک کشور واحد نبوده، هیچ وقت. این ادعای دروغی بیش نیست. همیشه ایران با تغییر سلسله حاکمیتی انقباض و انبساط داشته. ایران مثل کشی بوده که یک وقتایی که قدرت مرکزی زیاد می شده و آدم کشی اوج می گرفته، می تونسته بخشی از سرزمین های دیگر ملل رو اشغال بکنه و وقتی ضعیف می شده این کم می شده، کوچیک می شده و بعضی وقتا هم از بین می رفته. و این دائما در ایران، البته وقتی ما از ایران صحبت می کنیم منظور خاک اونجا نیست، یک خاک مشخصی نیست، بلکه سیستم سیاسی یا سیستم های سیاسی بوده که بر آن تسلط داشتن و بر آن به نام ایران یا بدون نام ایران حکومت میکردن. در 100 سال اخیر از زمانی که رضا پالانی با کمک انگلیسی ها یک کودتا میکنه و بعدش هم محمد رضا یک کودتا میکنه و بعدش هم خمینی رو میارن و بعدش هم خامنه‌ای رو میخوان ببرن، این در این مدت 4 فارسی که رو حکومت بودن، ملل عرب، ملل ترک، ملل بلوچ، ترکمن، قشقایی، کرد، مازنی، گیلکی تحت فشارهای بسیار زیادی بوده. بعضیا میگن آقا این فشار، این نابرابری، این تبعیض برای همه در ایران بوده. ما از اون فشارهایی سخن نمیگیم که برای همه بوده. مثلا در کجای ایران اومدن دریاچه بوده که بیان خشکش بکنن، دریاچه با بزرگی ارومیه، که بعد بگیم برابر بوده؟ در کجای مثلا ایران گفتن که زبان فارسی نباید آموزش داشته باشه و قدغنه؟ در کجای ایران گفتن که به فارس ها توهین بکنید، به عرب ها نه، به بلوچ ها نه، به ترک ها نه، به ترک ها افتخار بکنید؟ در کجا گفتن به عرب ها افتخار بکنید، به ترکمن ها افتخار بکنید، به گیلانی و مازندرانی افتخار بکنید، به رشتی افتخار بکنید؟ کجا گفتن؟ ولی گفتن که به ایرانی بودنتون، یعنی به فارس بودنتون افتخار بکنید. ترک اگه باشید فلان هستید، اگر رشتی باشید بی‌ناموس هستید، اگر عرب باشید سوسمار خورید، فلان و فلان و فلان، گرفته رفته تا حالا. این جوک نیست. اگر هم جوک بوده تحت سایه حکومت بوده،
تحت سایه حمایتی حکومت بوده. حکومت با اینها نه تنها مبارزه نکرده بلکه گسترش داده. وقتی میاد در رادیو تلویزیون، وقتی در زمان رضا پالانی میان در وقتی میخوان حتی شعر کل این دیوان حافظ رو چاپ بکنن، میان کلمه رضا رو که ممکنه اشاره به رضا شاه هم باشه سانسور میکنن. در یک چنین جامعه‌ای که الانش هم در تمامی کتاب‌ها دارن آذربایجان رو سانسور میکنن، دارن عربستان الاهواز رو سانسور میکنن، دارن بلوچستان رو سانسور میکنن. خب حتی از نقشه دارن سانسور میکنن. مهم اینه، یعنی از جغرافیا دارن سانسور میکنن. وقتی به یه چنین مرحله‌ای میرسیم این برابری دیگه نیست. اینجا وقتی یک زبان و فرهنگ و تمدن و موسیقی و نمیدونم هر چیز قوم فارس حاکم هست و بقیه ملت باید بگن آقا موسیقی ایرانی یعنی فارس، زبان ایرانی یعنی فارس، ملت ایرانی یعنی فارس. یعنی اگر میخوای ایرانی باشی باید این رو داشته باشی، این مشخصه رو داشته باشی. یعنی هویت خودت رو، کیستی خودت رو، هستی خودت رو باید ول بکنی، پوست بندازی و بعدش هم از درون تهی بشی تا به یه چیزی به تو تزریق بکنن. این برابری نبوده، این همون دشمنی کدورت بوده که 100 سال گذشته در این 4 حاکمیت به ملل غیر ترک، ببخشید به ملل غیر فارس از طریق سیستم سیاسی، اداری، حقوقی، قضایی، جنایی، رژیم، زندانهاش و پلیسش و اطلاعاتش و ارتشش و پاسدارش و ملاش و دینش و همه چیزش تحمیل شده. حالا من در یک بحثی درباره این که رضا شاه میاد شیعه ایرانی رو در قم متمرکز میکنه تا شیعه ایرانی، همونطور که یک فکر ایرانی درست بکنه شیعه ایرانی درست میکنه. حالا این رو هم در یک جلسه خدمتتون عرض میکنم. عرض به حضورتون وقتی که ما خواهش میکنم از دوستان اگه میتونن شیر بکنن همین ویدئو رو که باعث بشه دیگرانی هم که اگر مایل بودن بحث رو ببینن، خیلی خوشحال میشم و سپاسگزار. پس در ایران تبعیض هست، تبعیض علیه هستی تاریخی، هستی فرهنگی، هستی جغرافیایی، هستی زبانی، هستی سیاسی، هستی اقتصادی غیر فارسا هست. این تبعیض هست. یعنی وقتی شما میگید از هویت خودتون حرف نزنید، هویت شما نباید رسمی باشه، این هست. حالا من در اینجا میخوام حداقل شروطی که لازم هست تا ایران بتونه ایران بمونه، مثل دوره صفوی، مثل دوره قاجار، مثل دوره افشاریه، اگه بخوایم یک چیزی به نام ایران بمانه باید حداقل ها رو بپذیریم. حداقل هایی که در دوره صفوی بوده، در دوره زندیه هم که حالا زندیه من در یه بحثی باید بگم که اصلا چیزی به نام زندیه نیست. وقتی این آدم تاجگذاری هم نکرده چطور میتونیم یک سلسله زندیه بیاریم سر کار؟ وقتی این آدم به نام خودش حتی پول چاپ نکرده، وقتی این آدم هر چی کرده گفته من میخوام صفوی رو بیارم، چطور میتونیم؟ حالا این یه بحثی که باید فارسیسم اینجا میاد تلاش میکنه از دوره اسلام به بعد یه شاه پیدا بکنه برای خودش، بگه آقا همه شاههایی که بودن به خصوص عرب ها و ترک ها بد بودن الا یه شاه بوده، اونم خیلی خوب بوده، خیلی آقا بوده، آدم کم کشته. چی میگه این آدم کم آدم کشته؟ دیکتاتور نبوده، فلان نبوده. حالا اینها رو باید بحث بکنیم ببینیم که چرا فارسیسم و به تبع اون تاریخ نویسان ترکی که در ایران هستن و در جاهای دیگه هستن، حتی در ترکیه به تبع نوشته های ایرانی ها
که نژاد پرستانه هست به این کتاب‌های تاریخی مراجعه میکنن و تاریخ غلط می‌نویسن. وقتی منبع تحقیقاتی شما پر از غلط هست و دروغ، تحقیق شما هم دروغ میشه. حالا دوستان ما میان، مثلا دوستانی که تاریخ ترک ها رو می نویسن در ایران، یا تاریخ عرب ها، بلوچ ها، ترکمن ها، کرد ها، گیلکی ها و مازنی ها رو می نویسن و غیر، قشقایی ها رو می نویسن، برای اینکه علمی باشه باید به منابع در دسترس توسل بجوید. منابع دسترس هم یا در دانشگاه هست یا در کتابخانه ها هست دیگه، نه؟ و اینها هم 99% در دوره رضا شاه و محمد رضا و خمینی و خامنه‌ای نوشته شده و همه اینها ضد ملل دیگر و در مخالفت ملل دیگر نوشته شده، برای اینکه اونها از نظر تاریخی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هویتی، زبانی، موسیقی همه چی تحقیر بشن و خودشون رو وقتی حقیر دیدن، برای اینکه این حقارت جبران بشه، این حقارت تاریخی جبران بشه، البته حقارت تاریخی مصنوعی ساخته فارسیسم جبران بشه، اون وقت باید اینها بیان تن به یک هویت چیزی بگن که این میتونه اینها رو پر بکنه، داخلشون رو بهشون عظمت بده، اسطوره، حالت اسطوره‌ای بهشون بده، میان باید این فارسیسم باشه، در حالی که حتی قوم لر، حتی قوم لک خیلی کوچک یک تونسته حکومت درست بکنه. یعنی زندیه، اگه بخوایم بگیم کریم خان زند هم محمد کریم خان زند هم فارس بوده، لک بوده، از قوم لک لرها بوده، یعنی ربطی به پان فارسیسم و پان ایرانیسم نداره، اما تنها جاییه که این فارسا میتونن دست دراز بکنن. حالا برگردیم، حتی در دوره کریم خان هم ممالک محروسه تحت یک قوانینی، تحت یک سیستمی اداره می شده که بتونه به هم احترام بذارن، حقوق مساوی داشته باشن، 100% مساوی. حالا بعضی از دوستان اعتراض اگه بکنن میتونیم بحث‌های روزهای آینده رو هم به این اختصاص بدیم. ببینید، من 8-9 تا از تاریخ و با توجه به شرایط امروزی ایران موضوع اصلی به عنوان حقوق همبستگی و نگهداری چهارچوب مرزهای کنونی ایران مطرح میکنم که اگر اینها وجود نداشته باشه و تضمین نشه، ایرانی در کار نخواهد بود. یک، باید پذیرفت که در ایران تعداد زیادی ملت، فرهنگ، زبان، قوم، نژاد وجود داره. دین رو هم نباید فراموش بکنیم و بیدینی هم جزو حالا اینها هست، وجود داره و باید حقوق ملی همه اینها به طور مساوی به رسمیت شناخته بشه. یعنی اگر سنی ها باید به اندازه شیعه در رسمیت داشته باشن، اگر میخوایم دین رسمی باشه، اگر میخوایم یک قومی، یک زبانی رسمی باشه، باید همه زبان ها رسمی باشن. بعضی از کشورهای آفریقایی و بعضی از کشورهای آمریکای لاتین 10 زبان رسمی دارن. این نه تنها باعث از بین رفتن اتحاد نمیشه، بلکه انسان‌ها تلاش میکنن با یادگیری زبان‌های هم، فرهنگ‌های هم به هم نزدیک بشن. برای همین یا باید در قانون اساسی آینده نباید هیچ قومی، زبانی، دینی، مسلکی، مرامی رسمی باشه و اگر رسمی شد باید همه رسمی باشن. باید از همه تک تک اونها هم نام ببریم. باید بگیم زبان رسمی کشور مثلا ایالات متحده ایران عبارتند از ترکی، عربی، فارسی، کردی، بلوچی، ترکمنی، گیلکی، مازنی و زبانهای دیگری که اگر هست. اگر نباید در قانون اساسی آینده از دین حرف زد، این نباید داره، ولی یعنی سکولار باید باشه. ولی اگر قرار بر این شد که در مجلس به کتاب مقدسی قسم بخورند،
باید همه ادیان به طور مساوی پذیرفته بشن. حتی بیدینی هم، شیطان پرستی هم یک دین حساب بشه. خب یکی اینه. پس باید پذیرفت که ایران کثیرالمله هست و اینها از هر جهت 100% حقوق برابر باید داشته باشن. 2، همه باید بپذیرن، به خصوص پانفارسا و پان ایرانیستا باید بپذیرن که همه زبانها و هویت‌ها در ایران 100% برابر، یکسان، محترمند و رسمی هستند. این رو جداگانه در قسمت اول ملت رو تاکید میکنم، در قسمت دوم زبانها رو و مذهبها رو هم که در قسمت اول باز گذاشته بودم. پس باید اگر میخواهید ایران آینده، ایرانی با همین چارچوب فعلی، با این گربه سالم بمونه، باید این رو هم بپذیرید. به خصوص پان ایرانیستها و پان فارسها، اون احزاب سراسری، باید از همین الان، اگه مثلا پسر رضا پالانی، نوه رضا پالانی یا محمد رضا پالانی پسرش یا هر کسی میخواد بیاد سیاست وارد بشه، باید همین امروز بگه که من برای ایران فردا چی میخوام، سیستم سیاسی که میخوام تعریف بکنم چی هست، باید مکتوب بکنه، باید یک قانون اساسی پیشنویس، قانون اساسی پیشنویس، نه اینکه قانون اساسی رو تصویب بکنم، باید بنویسه، بگه آقا من برای فردا این رو پیشنهاد میکنم، در مجلس هم سر این بحث میکنیم، من هم یه دونه مینویسم، یعنی ترک‌ها، آذربایجان هم حداقل باید یکی دو تا بنویسن پیشنهادی، ممکنه هر حزبی برای خودش یه پیشنهادی داشته باشه تا این بره بررسی بشه. ما نمیتونیم مثل دوره خمینی چشم بسته وارد. حالا در مشروطه ما یه قانون اساسی داشتیم که وقتی محمد رضا پالانی اومد رو کار، اصلا این قانون اساسی کأن لم یکن تلقی شد. هر چی دستاورد مشروطه بود، مشروطه هم انقلاب نیست. حالا این یک دروغیه که اینها بهش وقتی خود دوران مشروطه میگن که و خود بعد از مشروطه میگن جنبش مشروطه، چرا ما بهش انقلاب میگیم؟ جنبش متفاوت از انقلاب هست. انقلاب سیستم رو، همه چیز رو، روابط اجتماعی رو به خصوص تغییر میده، ولی جنبش مشروطه یک جریانی بود که تکوینی به شکل تدریجی رشد کرد، خواسته‌هاش افزایش پیدا کرد و به صورت خیلی مسالمت آمیز سیستم به یک مقداری تغییر کرد، نه خیلی. شورا قبلا، مثلا شورای ملی قبلا بود، حالا شد مجلس شورای ملی جدید مثلا. حالا سومین چیزی که به نظرم میاد باید، من منظورم این بود که باید پان فارسا و پان ایرانیستا، احزاب سراسری، اونایی که تا الان نپذیرفتن که ایران کثیرالمله هست، ایران دارای زبانهای مختلفه، ایران دارای ادیان مختلفه، ایران دارای هویت‌های مختلفه و نپذیرفتن که باید همه اینها رسمی بشه و هر کسی که بیشتر این زبانها رو میدونه حق استخدام بیشتری داشته باشه. یعنی اگر یک عرب، یک بلوچ، یک ترکمن، یک گیلکی، یک مازنی، یک ترک، یک کرد 2 تا 3 تا زبان رو میدونه، حق اولویت با اینه. ولی اگر فارس نمیدونه، نباید استخدام بشه. این تنها راه جبران اون خسارت‌های 100 ساله در استخدام هست، در وارد کردن پانفارسیسم و پان ایرانیسم به سیستم سیاسی، قضایی، حقوقی، هر چی که بگید هست، بر علیه و ضرر دیگر ملت ها. و در اینجا میدونید که فارس ها کمترین زبان رو میدونن. سوم، باید حقوق همه ملل ساکن در ایران همین امروز، یعنی الان که میخواید انقلاب بکنید یا در پی این هستید که دولت رو سرنگون بکنید، باید همین امروز ما ترک ها، عرب ها، بلوچ ها، ترکمن ها و کرد ها، احتمالاً کرد ها حالا یکم بیشتر و کمتر، به حکومت مرکزی و فارس ها اعتماد نداریم. من این رو اینجا میگم، نجات پرست من بگید هستم.
من نمیام نژاد شما رو بپرستم. اگه قرار باشه یکی نژادی رو بپرستم، نژاد خودم رو میپرستم و من ترکم. منافع ملی قوم و ملت خودم رو بر منافع ملی فارس ترجیح میدم. این از من. ایران یک پوسته‌ای هست که در قالب اون همه ما رو فریب دادید و ما رو در خدمت منافع فارساز گرفتید. اگر نیست بگید بلوچستان چقدر رشد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، موسیقیش، هنرش، دانشگاه مخصوص به خودش، یعنی مثلا موسیقی بلوچی. آیا دانشگاه موسیقی بلوچی داریم؟ عرب هم همینطور. ترکمن ها چی؟ آیا ترکمن ها در اقتصادشون با فارسیستان قابل مقایسه است؟ آیا توسعه دانشگاه های بومی در ترکمن صحرا، در ترکمنستان جنوبی به اندازه‌ای هستش که در فارسیستان هست؟ آیا معادن، شرکت ها، کارخونه های تولیدی اونقدری که در فارسیستان هست در بلوچستان و در الاهواز و در ترکمن صحرای جنوبی و در آذربایجان و در کردستان هست؟ نیست. این چرا نیست؟ برای اینکه یک جایی خواسته همه این ملل حاشیه رو بدوشه و بذاره برای چاقی مرکز. حالا ما به شما اعتماد نداریم، برای اینکه در 100 سال گذشته شعارهای خیلی خوب دادید. آقا ما همه ایرانی هستیم، برابر هستیم، انسانیت خیلی مهمه، قومبازی خیلی بده، شما دارید قومبازی میکنید، ترکتازی میکنید. از این حرفا، توهین هایی که به ما کردید در قالب قوم، اقلیت، ترکتازی، اینها واژه هایی است که پر از فحش بوده و فحش های بسیار سنگین بوده. حالا ما به شما هیچ اعتمادی نداریم. آذربایجان هم این رو داره نشون میده، با شما همراه نمیشه. حتی کردستان هم همراه نمیشه، حتی بلوچستان هم همراه نمیشه، حتی ترکمن صحرا هم همراه نمیشه، حتی اکثر مازنی ها و گیلکی ها 99% هم با شما همراه نیستن. 99% گیلکی ها و ببخشید لرها و بختیاری ها هم با شما همراه نیستن. قشقایی ها 1% هم با شما همراه نیستن. آذربایجان هم که با شما همراه نیست. خب این عدم اعتماد به شما به خاطر اون تاریخی که هست. حالا اونهایی که قلم به دست دارید، شاعرید، نویسنده اید، روزنامه نگارید، استاد دانشگاه هستید، یک کاری میکنید و خودتون رو تو این جامعه دارای نقش میدونید، جایگاه میدونید، باید بیاید بیرون و همین امروز نه تنها اون قانون اساسی پیشنهادی خودتون رو بنویسید، باید همین امروز بگید که ما این حقوقی که به ترک ها، عرب ها، بلوچ ها حقوق 100% برابر با فارس و حتی یک مقدار بیشتر باید جبران 100 سال بشه. این در یک بند دیگری خواهد اومد. باید بگید که آقا ما این حقوق رو در یک دادگاه‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل، لایحه دادگاه اتحادیه اروپا تضمین میکنیم، یا حتی یک دادگاه مثلا فدرال آمریکا، دادگاه فدرال کانادا. این حقوق رو برای ملل تضمین میکنیم که اگر این حقوق انجام نگرفت و در هر حالتی علیه اینها اقدامی صورت گرفت، نه تنها قوانین و دادگاه‌های داخل ایران باید اینها رو جبران بکنه، تضمین بکنه، باید دادگاه‌های بین‌المللی میتونن علیه ایران حکم صادر بکنن و مشروعیت حاکمیت رو در انظار بین‌المللی از بین ببرن و بتونن دخالت نظامی بکنن.
برای به دست آوردن حقوق این ملل. مثلا ما آذربایجانی ها تضمین کشورهای ترک رو میخوایم، احتمالاً عرب ها تضمین کشورهای عربی رو بخوان. حالا در این میان مشترک هم هستن، اروپا و آمریکا و کانادا هم هستش که به عنوان مشترک میشه گرفت. پس سوم اینه که این احزاب سیاسی، رهبران، هر کسی که میخواد ایران آینده رو درش تغییری ایجاد بشه و این مرزها ثابت بمونه، باید یه چنین تضمینی هم بده. 4، باید همین امروز به طور نوشته و در همونطور که در قانون اساسیتون که پیشنهاد میکنید و اون ضمانتی که به دادگاه ها و کشورهای خارجی، سازمان های بین المللی میدید، در اونجا بگید که باید حق جدایی و استقلال هر ملتی و همه تک تک اون ملل رو از ایران کنونی به رسمیت بشناسید. یعنی باید بگید که آقا آذربایجان، کردستان، مازندران، گیلان، عرض به حضورتون ترکمن صحرای جنوبی، خراسان، بلوچستان، الاهواز و جاهای دیگری که لرستان و بختیاری، لور و بختیاری، حق دارن هر زمان اراده کردن از ایران کنونی مستقل بشن. که جدایی و استقلال به اراده خود آحاد هر ملت، مثلا ملت ترک، ملت عرب، ملت بلوچ، ملت ترکمن، ملت بختیاری و لور، ملت مازنی و گیلکی بستگی داره و با رفراندوم در خود داخل این ملت قابل تحقق هست. یعنی اگر ترک ها بخوان یک روزی بگن آقا فارس ها دارن دوباره ظلم میکنن، یک رفراندوم اگر لازم هست بشه، این رفراندوم فقط از ترک ها باید بپرسید که آقا شما میخواید از ایران جدا بشید؟ نه اینکه از فارس بپرسید آیا میخواید ترک ها از ایران جدا بشن؟ آیا میخواید عرب ها از ایران جدا بشن؟ آیا میخواید بلوچ از ایران جدا بشن؟ آیا میخواید ترکمن جنوبی از ایران جدا بشه؟ آیا میخواید عرب ها از ایران جدا بشن؟ میخواید کردها از ایران جدا بشن؟ نباید از فارس پرسید، نباید از ترک پرسید که کرد میخواد از ایران جدا بشه یا نه، نباید از عرب پرسید که بلوچ میخواد از ایران جدا بشه یا نه، نباید از فارس پرسید که عرب میخواد جدا بشه یا نه. پس باید حق جدایی و استقلال هر ملتی و همه ملل در ایران به رسمیت شناخته بشه همین امروز، که جدایی و استقلال هم به اراده خود و آحاد هر ملت تعلق داشته و با رفراندوم هم قابل تحقق باشه، در رفراندوم در میان خود اون ملت. این هم 4. 5، باید هر ایالتی، حالا این ایالت رو هم باید تعریف کرد، ایالت بر اساس استانهای فعلی نیست. استانهای فعلی اومدن بر اساس اینکه یک شهری رو از اینجا جدا بکنیم، یک استان بسازیم، یکی هم از اونجا، یک ترکیب عجیبی ساختن برای اینکه بین این ملل دشمنی ایجاد بکنن. ما این رو نمیپذیریم. ایالت ها از دوره صفوی تا امروز ایالت ها مشخصه، نامشون تغییر کرده ولی سیستم تغییر، حتی در دوره رضا پالانی هم ایالت ها مشخصه. اون وقت ایالت ها بر اساس نژاد بوده و زبان. یعنی قوم لور داخل فارس نبوده، عرب ها با لورها نبودن، بلوچ ها هم با هیچ کدوم نبودن، ترکمن هم با هیچ کدوم نبود، آذربایجان با هیچ کدوم نبود، فارس هم با هیچ کدوم نبود. حالا باید بر اساس اون تاریخ برگردیم و جغرافیای هر ملت رو تعریف بکنیم بهش، یا بر اساس امروز بگیم آقا پراکندگی هر ملتی در هر کجا نسبت درصدشون رو میذاریم، مگر میگیم آقا مثلا هر شهری که 10% یا 20% ملت، یک 2-3 تا ملت باشه، خب اونجا مثلا میشه چند تا چیز گذاشت براش، یا براش یک فکری میشه کرد. یعنی
میشه شهرهای مالتی کالچر بشه، میشه بی‌طرف بشه، میشه یعنی شهرهای بی‌طرف بشن، شهرهای مستقل بین المللی، حالت بین الملل داشته باشن، یا اینکه نه اگر اکثریت بود میتونه یک حداقل بپیونده به اون قسمتی که میخواد و این میتونه باشه قابل تحقق هست، میشه براش کار کرد. حالا ما فکر میکنیم که باید هر ایالتی حق داشتن ارتش مستقل خودش رو داشته باشه. برای چی؟ برای اینکه اگر یک زمانی قوای بین‌المللی هم دخالت نکردن، خودمون اصلا نوبت به دخالت خارجی نرسه، خودمون بتونیم در مقابل فارسیسم که این همه سرمایه و قدرت رو داشته بتونیم مقاومت بکنیم در مقابلش. ما در دوره هم شیخ محمد خیابانی، آذربایجان رو میگم، تمامی ملل این رو تجربه کردن. ما هم در دوره شیخ محمد خیابانی و هم در دوره حکومت دموکراتیک آذربایجان و هم در دوره آیت الله شریعت مداری تجربه کردیم که به فارس‌ها و ایران نمیشه اعتماد کرد. اونها حرفای خوب میزنن، بعدش هم علیه میان، کتابات هم آتش میزنن، کتابخانه‌ها هم آتش میزنن، خودت هم میکشن، قتل عام میکنن، قتل عام فرهنگی، نژادی، پاکسازی قومی میکنن. اینجوری بگم. برای اینکه این اتفاق نیفته و شما نتونید دوباره بر ما مسلط بشید و کشتار بکنید، باید هر ایالتی حق داشتن ارتش مستقل خودش رو داشته باشه تا بتواند در مقابل هر تهاجم سنترالیست ها، پان فارس ها و پان فارسیست ها و پان ایرانیست ها مقاومت بکنن. تا نتونه پان فارسیست، پان ایرانیست، پان سنترالیست بیاد استقلال داخلی اون ملت رو از بین ببره و حقوق اون ملت یا ملل رو بر هم بزنه و قراردادهایی که الان با هم میبندیم، این قراردادهای اجتماعی رو نقض بکنه، مثل همون کودتایی که رضاخان کرد یا محمد رضا کرد یا اومدن تو آذربایجان یا رفتن تا در عربستان یا رفتن در بلوچستان یا رفتن در صحرای ترکمنستان جنوبی قتل عام کردن، یا در کردستان که حتی بعد از انقلاب هم بدتر. پس باید همین امروز شما به این درجه از فکر و روشنفکری برسید که اگه من میخوام ایران باشه، به این حق میدم که ارتش خودش رو داشته باشه، آذربایجان حق ارتش خودش رو داشته باشه و بلوچستان هم ارتش خودش رو داشته باشه، الاهواز هم ارتش خودش رو داشته باشه، ترکمن جنوبی هم ارتش خودش رو داشته باشه، لور بختیاری هم ارتش خودش رو داشته باشه. اگرم من خواستم اونها رو اشغال بکنم، میتونن اعلام استقلال بکنن، این هم حقشون. یعنی باید خودت و قدرت خودت رو تقسیم بکنی. همون چیزی که مونتسکیو گفته، من یک مقدار این رو دارم عمیق‌ترش میکنم. یعنی باید قدرت مرکزی رو تکه تکه بکنیم، نباید قدرت مرکزی باشه. همین تموم شد رفت. گفتم از دوره صفویه تا دوره رضا پالانی هم این سیستم وجود داشته. این سیستم بر ممالکی که صفوی ها حاکم بودن، بر ممالکی که حتی کریم خان زند حاکم بود، سلسله نبود، نشاهی هم نبود، قاجار حاکم بود و نادر حاکم بود، هر کسی که حاکم بود تا رضا پالانی، اینها این سیستم رو اداره میکردن. یعنی ارتش داشتن، پرچم داشتن، هر ایالتی برای خودش. در اون دوره چون سیستم آموزشی به شکل امروزی، مدرسه نبود، دانشگاه نبود، هر کسی علاقه داشت میرفت تو یک مکتبخانه یا میرفت تو یک حوزه علمیه درسی میخوند. اون زمان هم زبان خودشون بود، زبان دین هم زبان عربی بود. هیچ ملتی هم فارسی رو به غیر از فارسا نمیدونست. یعنی من نمیگم لورها فارسی رو نمیدونن یا کیلکیا و مازنی فارسی رو نمیدونن یا لهجه فارسی هستن یا نیستن، کاری به این ندارم. ولی ملت به نام ترک فارسی نمیدونست، ملت به نام عرب فارسی نمیدونست، ملت به نام بلوچ نمیدونم میدونست یا نه، چون زبانشون رو نمیدونم.
پس این هم پنجمی. ششمی هستش. ببینید واقعیت اینه که ما به شما هیچ اعتمادی نداریم. این اعتماد در 100 سال گذشته به خاطر وضعیت استعمارگری فارسیسم بر علیه ملل دیگر بر ما تحمیل شده. ما اگر در گذشته به شما اعتماد داشتیم الان دیگه نداریم، هیچ ملتی. برای همین بند ششم رو گذاشتم، برای اینکه اعتماد سازی بشه. و این اعتماد سازی مال 1 سال 2 سال نیست، 100 سال شما علیه این ملل ظلم کردید و اونهایی که میگن آقا نه ما ظلم نکردیم، روشنفکراتون، نویسنده هاتون، استاد دانشگاه هاتون، رهبرانتون، احزابتون، هر شاعرانتون، نقاشاتون، هنرمندانتون یا سکوت کردن در مقابل این ظلم که به معنی حمایت هست از ظلم، ستم، تبعیض، بی‌عدالتی، ضد انسانیت، ضد حقوق بشری، یا اینکه به هر حال به نفع اونا تمام شده سکوتتون، یا اینکه واقعا طرفدار بودی. حالا برای اینکه این از بین بره باید به اینجا رسید. باید نگرش استعماری قوم فارس به ملل غیر فارس، به ملل ترک و عرب و ترکمن و بلوچ و دیگر ملل تغییر پیدا بکنه. باید این نگرش استعماری شما از امروز اولا باید اعتراف بکنید که آقا ما استعماری بودیم. تا زمانی که اعتراف نکنید نمیتونید به این پروسه بپیوندید. تا زمانی که این حقوق رو به رسمیت نشناسید نمیتونید به این پروسه برسید. استعمار بسیار شدید 1 قرن اخیر و مخالفت با حقوق ملل ترک، عرب، بلوچ، ترکمن، قشقایی، کرد و غیره باعث عدم اعتماد ما ملل به پانیراریسم شما و پان فارسیسم شما شده است. از طرف دیگر پان ایرانیسم و پان فارسیسم هم هی میگه که آقا من نگران تجزیه ایران هستم، من فکر میکنم ایران رو تجزیه میکنید و استقلال ملل داخل ایران کنونی ممکنه که مستقل بشن، باعث نگرانی شماست. باید بپذیرید که اگر ملل اراده بکنن و بخوان و به رفراندوم بره حقشونه که مستقل بشن. اگر این حق استقلال رو نپذیرید نمیتونید وارد پروسه بشید. خب پان ایرانیسم و پان فارسیسم در این 100 سال روشنفکران و فرزندان ملل ترک و عرب و بلوچ و ترکمن و گیلکی و مازنی رو و لور رو و بختیاری رو و عرب رو و بندری ها رو چیکار کرده؟ روشنفکران ما رو، فرزندان این ملل رو تحت ستم مضاعف قرار داده. و اگر این روشنفکران، این پیشروان فکری، این رهبران اجتماعی، این آدم‌هایی که تلاش کردن از ظلم ایران مرکزی رو از سر مللشون کم بکنن و تقاضای حقوق ملی، حقوق انسانی کردن رو اعدام کردید، شکنجه کردید، زندانی کردید، کشتید، آواره کردید، تبعید کردید. اینجاست که شما وقتی انکار میکنید شیخ خزعل رو، شما وقتی انکار میکنید اشغال بلوچستان توسط رضا پالانی رو، شما وقتی انکار میکنید اشغال ترکمن صحرا رو، شما وقتی انکار میکنید اینکه بخشی از تاریخ آذربایجان شیخ محمد خیابانی و در کنار یک کشوری به نام ایران کشور آزادستان رو تشکیل داده و وقتی انکار میکنید که پیشوری یک کشور مستقلی میخواست تشکیل بده، وقتی انکار میکنید که کردها یک کشور جمهوری مستقل کردستان رو داشتند و گیلکی ها جمهوری سوسیالیستی گیلان رو داشتند، شما نمیتونید وارد پروسه نگه داشتن ایران بشید، چون بخشی از تاریخ گیلان اون جمهوری سوسیالیستیه، بخشی از تاریخ آذربایجان اون حرکت استقلال طلبانه شیخ محمد خیابانیه، اون حرکت استقلال طلبانه
میر جعفر پیشوری هست، اون شیخ خزعل بخشی از تاریخ اونه. شما تا زمانی که اینها رو به عنوان بخشی از تاریخ اینجا و تاریخ مبارزات این ملت برای حقوقشون نپذیرید، نمیتونید وارد پروسه نگه داشتن ایران بشید. باید بپذیرید و اون وقت باید بپذیرید که ما چه اشتباه تاریخی کردیم و چه جور باید جبران بکنیم. این نیستش که کانادا بیاد بگه آقا ابورجینال ها رو ما بهشون جنایت کردیم تموم شد، بعدش باید غرامت بده. شما هم همینطور، شما نمیتونید وارد پروسه بشید و بگید که نه تموم شد. ما بگیم آره آذربایجان شیخ محمد خیابانی کشور آزادستان رو در کنار ایران تشکیل داد و بعدش ما رفتیم اشغال کردیم و کشتیمش، هم خودشو هم آدمهاشو. شیخ میر جعفر پیشوری حکومت دموکراتیک آذربایجان رو تشکیل داد، ما رفتیم کشتیمش، دیگه نیست. اینها شیخ خزعل، بلوچستان، ترکمن صحرا، رهبران ترکمن صحرا، اینها رهبران و روشنفکران این ملل برای دستیابی به حقوق مساوی با فارسیسم و پان ایرانیستا بودن. شما باید این رو بگید، اعتراف بکنید و بگید که آقا در صورت این که بخوایم ایران بمونه ما به جبران این تن خواهیم داد. چرا ما به شما بی‌اعتماد شدیم؟ برای اینکه هنوزم که هستش شما انسانهای متعلق به ما که برای حقوق ما، برای آزادی ما، برای رفاه ما، برای امنیت ما، برای فرهنگ ما، برای انسانیت ما، برای اقتصاد ما، برای تاریخ ما، برای زبان و هویت ما قیام کردند و انقلاب کردند و کشور تشکیل دادند و شما اومدید با زور سرنیزه و گلوله و توپ و تانک و دشمن خارجی متحد شدید، اومدید ما رو قتل عام کردید. چطور ما بتونیم به شما اعتماد بکنیم که دوباره زیر شعارهاتون، شعارهای قشنگتون نخواهید زد؟ شعارهایی که همین الان شما میدید بسیار بسیار عقب مانده تر از شعارهایی که قوام السلطنه برای آذربایجان امضا کرد. نمیگم قوام السلطنه ترک بود، اون یک پانیرانیست بود، یک پانفارسیست پانیرانیست بود. بهترین شعارها رو داد، گفت آقا شما حق دارید که خودمختار بشید، زبانتون رو داشته باشید، دانشگاهتون رو، اقتصادتون رو، مالیاتتون در مملکت خودتون صرف بشه، سالی از مجموع مالیاتی که جمع آوری میکنید 3% یا 5% به مرکز بدید. ولی الان شما چی میگید؟ ششم، ادامه‌شو دارم میخونم. در نتیجه هیچ اعتمادی بین طرفین، یعنی منو به عنوان آذربایجان به شما فارس نیست. برای همین هست میگه شعار میدن آذربایجان بیروسون مرکز تبریز اوسون، یعنی آذربایجان شمالی جنوبی یکی بشه، مرکزش هم تبریز باشه. این شعار استقلال خواهانه است. این ملت میدونه شما بهش خیانت کردی، به شما هیچ اعتمادی نداره. اینها آدمهای روشنفکر تحصیل کرده دانشگاهی هم نیستن، اینها آدمهای کوچه و بازارن که شما رو درک کردن، جنایت‌های شما رو میدونن که شما هویتشون رو، هستیشون رو انکار میکنید. برای همین این شعار رو میده. عرب ها هم همینطور، بلوچ ها هم همینطور، ترکمن هم همینطور، کرد هم همینطور. و حالا دیدید که لورها هم اگر فرصت، حالا چند تا لور اجیر میکنید میبرید به پاسارگادتون اونجا، من ایرانیم و فلان، اونا شعاره، اونا مال خودتونه، دستجات خودتونه.
بلکه لورها وقتی فرصت پیدا بکنن، بختیاری ها فرصت بکنن، شهرهاشون رو از دست شما آزاد میکنن، نمیخوان تحت تسلط شما باشن. اقتصاد لرستان رو، کوکیلیا و بویراحمد رو، بختیاری رو بیایید با اصفهان، با کاشان، با سمنان، با یزد، با هر کجای فارسیستان که میخواید بگید مقایسه بکنید. چی دارن بنده خداها؟ هیچی برای اینکه بگن ما ایرانی هستیم ندارن، جز خیانت، جز سرکوب، جز عقب ماندگی، جز فحش و تحقیر و توهین. بدترین توهینا به قوم‌های لر بختیاری میشه. در نتیجه هیچ اعتمادی بین طرفین، یعنی فارس در یک طرفه، بین فارس و کرد، بین فارس و ترک، بین فارس و عرب، بین فارس و بلوچ، بین فارس و ترکمن، بین فارس و قشقایی، بین فارس و گیلانی، بین فارس و مازنی، بین فارس و لور، بین فارس و بختیاری وجود نداره. خودتون میتونید بزنید به کوری و کری، ولی تجزیه میشه. در نتیجه هیچ اعتمادی بین طرفین نیست. مللی که خودشان را تحت ستم مضاعف میدانن، آقا تو هم نه قبول نکنی قرار نیست تو قبول بکنی، تو استعماری، هنوز باید بپذیری استعماری. تحت ستم مضاعف رو من میگم آقا من تحت ستم مضاعف هستم، یعنی اگر فارس هم تحت ستم جمهوری اسلامی هست که هست، من تحت ستم مضاعف هستم. ظلم هایی به آذربایجان میشه که به فارسیستان نمیشه. وقتی که آذربایجان مالیاتش چندین برابر اصفهانه، وقتی که آذربایجان یک نفر در حکومت نداره، در دولت نیست، در کابینه نیست، وقتی که آذربایجان در ارتش، در سپاه پاسداران یک فرمانده نداره، وقتی که آذربایجان در شورای مصلحت نظام یک نفر نداره، وقتی که در قوه قضاییه یک نفر، قوه قضاییه بالاهاش، مدیریتش یک آذربایجانی وجود نداره، وقتی که در شورای نگهبان قانون اساسی یک نفر ترک وجود نداره، چی میگی شما؟ وقتی که در ایران یک بانک ترک وجود نداره، وقتی که در ایران یک رادیو تلویزیون به زبان ترکی وجود نداره، وقتی که در ایران یک روزنامه یا مجله 100% ترکی وجود نداره، در ایران شما یک روزنامه و مجله 100% عربی وجود نداره، 100% بلوچی وجود نداره، 100% ترکمنی وجود نداره، 100% ترکی وجود نداره. ارمنی وجود داره، ارمنی وجود داره، ارمنی مدرسه هم داره. چون شما خودتون رو به دنیای مسیحیت نزدیکتر دنیای ترک میدونید، دنیای عرب میدونید. به ارمنی ها یک دونه جوک نمیگید، نمیگم بگید، نگید. ولی به عرب ها و بلوچ ها و ترکمن ها و ترک ها چی؟ لور ها چی؟ شمالی ها چی؟ رشتی ها چی؟ تالشی ها چی؟ ما تحت ستم مضاعف هستیم. فارس ها حداقل موسیقی خودشون رو به نام ایران به همه تحمیل میکنن، زبانشون رو، تاریخشون رو، موسیقیشون رو، رقصشون رو، هرچی که ندارن هم به اسم خودشون، فرش آذربایجان رو به اسم خودشون، موسیقی آذربایجان رو به اسم خودشون. ما اینها رو نداریم، دانشگاه نداریم موسیقی داشته باشیم، موسیقی آذربایجان تدریس نمیشه، رقص آذربایجان تدریس نمیشه، تئاتر آذربایجان تدریس نمیشه، زبان آذربایجان تدریس نمیشه، رسمی نیست. آقا کجاشو میخواید دست بذاریم بگیم که ظلم نیست، ظلم مضاعف نیست؟ پس ما ملل نه اینکه فکر میکنیم،
مطمئنیم و حس میکنیم که ظلم و مضاعف در حق ما میشه، برای همین هم تلاش میکنیم تا از ایران مستقل بشیم. هم ما ترکا، هم برادران عرب، هم برادران بلوچ، هم برادران ترکمن، هم برادران قشقایی، هم برادران کرد، تلاش میکنیم از ایران جدا بشیم. ولی پان ایرانیسته ها خواهان حفظ وضع موجود هستن. پان فارس و پان ایرانیست میگن آقا ایران باید بمونه، این مرز، این گربه باید بمونه، نباید تکه بشه. حالا اعتماد نیست دیگه، نه شما به ما اعتماد دارید نه ما به شما. تنها علتی شما به ما اعتماد ندارید اینکه میگید آقا این مستقل میخواد بشه، یعنی این میخواد از حقش استفاده بکنه. ما چرا به شما اعتماد نداریم؟ برای اینکه میخواید ما نذارید ما مستقل بشیم. یک. دو، شما نمیخواید ما حقوق بشرمون، حقوق سیاسیمون، حقوق اقتصادیمون، حقوق اجتماعیمون، حقوق آموزشیمون، حقوق غذاییمون در دست خودمون باشه. خب ما مخالف این هستیم. ایجاد اعتماد نسبت به عدم حیله پانفارسیسم و پان ایرانیسم به ملل تحت ستم مضاعف باید صدها قدم برای جلب اعتماد ملل تحت ستم مضاعف و استقلال خواه از طرف شما برداشته بشه. باید صدها قدم شما بردارید تا جلب اعتماد بکنید. حق استقلالیت من رو آقا چرا از خودت بپرس چرا آذربایجانی، چرا عرب، چرا بلوچ، چرا ترکمن میخواد مستقل بشه؟ اون وقت بگو من این حق رو میخوام بهش بدم. اگه تو این جسارت فکری، این جسارت ایمانی و اعتقادی رو نداری که من حق استقلال داشته باشم، تو با من آبمون به یه جور نمیره. تموم شد رفت. حداقلش اینه که تو باید اینها رو بپذیری، بگی آقا به شکل کنفدرال با هم زندگی بکنیم. مثل اروپای متحد. متوجه شدید؟ هفتم، دو تای دیگه هم میشه و تموم میشه میره. یعنی 2 تای دیگه هم دارم تموم میشه میره. هفتم، باید ملت فارس که از قبل ظلم مضاعف به ملل ترک و عرب و بلوچ و ترکمن و قشقایی و گیلکی و مازنی و لور و بختیاری و بقیه ملل، هر کسی که اونجا خودشو ملت میدونه، قوم میدونه، به گفته شما قوم یک فوش سیاسی هست از طرف شما. ابتدا باید اولین قدم برای جلب اعتماد اینه که بپذیرید به ما ظلم مضاعف شده و ما رو از هر نظر، از نظر حقوقی، آموزشی، زبانی، هنری، موسیقی، تئاتر، هر نظر که پولی، مالی، اقتصادی، کاری، آموزشی، حرفه‌ای، حرفه و فنی عقب نگه داشتید. 100 ساله ما رو عقب نگاشته. آن دیولپمنتی ما، علت این که ما عقب موندیم، توسعه نیافتیم، شما بودید. شما ما رو ظلم کردید، استعمار کردید، برای توسعه فارسیستان گذاشتید. اون قدری که شما توسعه پیدا کردید ما عقب موندیم. خب برای اینکه باید شما به جبران این عقب ماندگی راهکار بدید. راهکارتون رو باید مشخص بکنید که برای غرامت‌های لازم برای جبران عقب نگه داشته شدگی ملل غیر فارس در یک قرن اخیر در همه زمینه‌ها باید تضمین بشه. باید غرامت پرداخت بشه، راه و روشی، راهکارهایی داده بشه که بشه زبان ما، اقتصاد ما،
سطح آموزش به زبان مادری ما، سطح دانشگاه ها، سطح تولید، سطح شهرسازی، شهرنشینی، توسعه کشاورزی و اقتصاد و هر چی که هست باید به سطح، حداقل به سطح شما برسید، هم تراز بشین. الان در آذربایجان و خوزستان و کردستان و ترکمن و هر جا کسی بخواد پول در بیاره زندگی بکنه باید مهاجرت بکنه به فارسیستان یا بره اونجا کارگری بکنه، در فصل کار برگرده بیاد شهر خودش برای چند روز دوباره برگرده. این چه زندگی شما برای آذربایجان و عربستان و کردستان و بلوچستان و ترکمنستان و اینا طراحی کردید؟ پس باید در کنار اینها یک کار دیگه هم باید بکنید. باید خونبهای انسانهایی رو که در خاک ما در 100 سال گذشته قتل عام کردید تا منافع فارسیسم و پان ایرانیسم و پان فارسیسم رو تامین بکنید، باید به این خونبهاها هم غرامت بپردازید. یعنی آواره هایی که از وطنشون آواره شدند شما باعثش، سیاست های شما باعثش بوده. ما کاری نداریم که فارس ها به چه دلیلی آواره شدن. ما به دلایل ظلم مضاعفی که در حقمون شما روا داشتید از اون وطن آواره شدیم. من خودم شخصا، ما شکنجه شدنمون، زندانی شدنمون، اعدام شدنمون، کشتارمون، آتش سوزی کتاب هامون، کتابخانه هامون، نداشتن رادیو و تلویزیون و همه چیزی که هیچ چیز ما ملی نیست، اینها به خاطر ظلم شما بوده. باید غرامت پرداخت بکنید به تک تک افرادمون. هشتم، ابتدا به اندازه‌ای که برای زبان و منافع فارس در یک قرن اخیر سرمایه گذاری شده است، باید بر زبانها و هویت‌ها و تاریخ و شخصیت‌های تاریخی، ادبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصاد و بانک پولی و بانکی و هر چیزی که برای یک کشور مدرن لازم هست باید به همون اندازه سرمایه گذاری بشه تا به سطح، در همه چی به سطحی که فارسیسم الان هست برسیم. حالا این در سطح از جهت زبانی باشه، از جهت بانکداری باشه، از جهت اقتصادی باشه، از جهت هویت باشه، از جهت تاریخ باشه، از جهت شناخت شخصیت‌های تاریخی باشه، از جهت تحقیقات بر روی شخصیت‌ها، تاریخ و اینجور چیزا باشید، از جهت توسعه در همه زمینه‌ها منظورم هست. باید به اندازه‌ای که الان فارس هست برسیم تا بتونیم برابر شونه به شونه در ایران حرکت بکنیم. وگرنه اگر شما 100 متر از من بلند قد باشید و من 10 سانتی متر طولم باشه، اصلا چه ربطی داره که ما با هم باشیم؟ چرا باید باشیم؟ بلوچستان با این حالش اگه از شما جدا بشه بهتره که با شما باشه. حداقل کشته نمیده. حداقلش اینه که مردهاشو نمیکشید تا زنهاشو مصادره بکنید. همین بدبختیشو داشته باشه 100 بار بهتر از این که با شما باشه ولی مستقل باشه. با همین بدبختی حداقلش اینه که کشته نمیده. این نفع خودش خیلی منفعته. اگر تمامی چاه‌های نفت عرب‌ها از بین بره ولی از شما مستقل بشن، به نفعشونه که با همین فقری که الان هست بمونن ولی زندانی شما نشن، اعدام نشن، حقوق انسانیشون رو داشته باشن، شهروند حساب بشن. این در حق ترکمن هم هست، در حق آذربایجان هم هست، در حق ترک هم هست. باید تساوی 100% بشه، در هر چیزی 100% برابر باشه. اگر چیزی رو 100% نپذیرفتید به معنی تبعیض هست.
به معنی برتری بینی، نژاد پرستی هست. نمونهش همینه. 2 هفته پیش در تهران به ترک ها 90 دقیقه فحش دادید. بگیم 60 دقیقه، 90 دقیقه است دیگه فوتبال. 90 دقیقه فحش دادید. فحش خواهر مادر، توهین بدتر از خواهر مادر، توهین ملی به یک ملت. ترکه صداش در نمیاد. منظور این هستش که من هستم یا همه ترک‌ها. ترکه صداش در میاد و این استقلال خواهیشه. میاد میگه که آذربایجان بیر olsun، مرکز تبریز olsun. مرگ بر ایران یعنی این، یعنی مرگ نمیشنوید؟ آقا شاه در لحظه های آخر شنید، شما چه نمیشنوید؟ خودتون رو زدی به نفهمی. اگر نفهمید جنگ بین شما و ما حتمیه. آن روز رو تصور بکنید که عرب‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، قشقایی‌ها، لرها، جیلکی‌ها، مازنی‌ها، کردها و ترک‌ها در اطراف مسلح شدن، استقلال میخوان. حالا این 10 سال دیر و زود این اتفاق میفته و شما تو محاصری، راه یک قطره آب به شما نمیاد. محاصره بدتر از این. برای اینکه اون بلا مبتلا نشید همین امروز باید عقب نشینی بکنید و به جای اینکه 10 سال دیگه زیر تفنگ، زیر کشتار برادرانه حتی بگیم، همسایه‌وار، نه برادر، همسایه‌وار همدیگر رو نکشیم، همین امروز باید حقوق ما رو به رسمیت بشناسید. باید افکار نژاد پرستانی استعماری حاکمیت فارس رو به کنار بذارید، اعتراف بکنید که 100 سال ظلم و استعمار فارس حاکم بوده. اون وقت شاید بتونیم با هم حرف بزنیم، شاید بتونیم با هم یک روزی همکاری بکنیم. شما نمیتونید این پروسه‌ای که برای استقلال در میان آذربایجانی ها، در میان ترکان، یعنی در میان ترکان، ترکمن ها، قشقایی ها، عرب ها، بلوچ ها، جیلکی ها، مازنی ها، کرد ها داره رشد میکنه رو بگیرید. وقتی من در سال 85 در حتی جلوتر ایران بودم و مصاحبه کردم با رادیو فردا و بقیه رادیوها که امروز به خاطر اون حس ضد ترکی رادیو فردا تمامی مصاحبه های 8 سال من رو، نوشته های 8 سال من رو همش رو دیلیت کرد. صدای آمریکا هم همینطور، رادیوهای دیگری هم که باهاشون من مصاحبه کردم همینطور. علت دیلیت کردن کارهای من انصاف علی هدایت از این وبسایت ها چیه؟ به غیر از اینه که من استقلال خواهان جدایی از ایران هستم و شما توانایی و ظرفیت سیاسیتون به این اندازه است چون من خواهان استقلال هستم باید حذف بشم. باید حذف یعنی اعدام دیگه. شما حکم اعدام من رو دادید، حالا چون در حکومت نیستید، دادگاه ندارید، ارتش ندارید، نیروی مسلح ندارید، حکم اعدام ندادید، اعدام فرهنگی کردید من رو. جز اینه شما سر کار بیایید، رضا پالانی سر کار بیاد، پان ایرانیستا سر کار بیان، پان فارسا سر کار بیان، نیروهای ملی مذهبی شما سر کار بیان، اصلاح طلباتون، هر چیتون سر کار بیان، ملی مذهبی هاتون سر کار بیان،
مصدقی هاتون سر کار بیان، مشروطه طلبانتون سر کار بیان، فکر میکنید من رو اعدام نمیکنید؟ من با این افکاری که الان برای شما 1 ساعتی دارم میگم منو اعدام نمیکنید؟ شما با عدم درجه نوشته های ما، با نادیده گرفتن شعارهای اون ملت، با انکار خواسته های حقوقی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی آذربایجان و ترکمنستان و عربستان و بلوچستان و بقیه جاها، نشون دادید که نمیخواهید با ما باشید. شما استعمارگر هستید، نژاد پرست هستید. 90 دقیقه تهران و شما فارس ها به ترک ها، عرب ها فحش میدن. من دیروز یه ویدئویی رو منتشر کردم، یکی از دوستان گذاشته بود، 90 دقیقه به خواهر و مادر عرب ها فحش میدید در میدانتون، میدان ورزشیتون، که نباید نژاد پرستی باشه. و اون وقت هیچ کدوم شما یک مقاله ننوشتید محکوم بکنید. یعنی چی؟ یعنی حمایت میکنید، یعنی نژاد پرست هستید. در مقابل این نژاد پرستی، اگر من نژاد پرستی نکنم بی غیرتم. اگر شما نژاد پرستی بکنید و من نخواهم نژادم رو نمایندگی بکنم و از منافعش دفاع بکنم و علیه شما اقدام بکنم، بی غیرتم. ترک نیستم، عرب نیست، بلوچ نیست، ترکمن نیست، قشقایی نیست، لری نیست، بختیاری نیست. وقتی تحقیر میشه، اگر قیام نکنه. شما همین الانی که حکومت در دستشون نیست، ارتش و سپاه و بسیج و اطلاعات و دادگاه و قاضی استخدام شده و بله قربانگو تحت فرمان شما نیست، همین الان دارید افکار ما رو، خواسته های ما رو، حقوق انسانی ما رو کتمان میکنید، انکار میکنید، نادیده میگیرید. اون وقت انتظار دارید ما فردا با شما باشیم؟ چرا؟ خودتونید. ما دیگه فهمیدیم که شما جز طمع استعمار ما هیچ فکری در سرتون نیست. ما سیاست های شما رو میفهمیم. عصر اون عصری نیستش که رادیو تلویزیون نداشته باشیم. الان هر آذربایجانی، هر عرب، هر بلوچ، هر ترکمن، هر قشقایی خودش یک رادیو هست، یک تلویزیون هست، یک رسانه هست. هر کسی در حدی و در سبک و سیاقی که میتونه و میخواد مبارزه میکنه، مینویسه، از تاریخش، ادبش، موسیقیش، تئاترش، سینماش، فیلم کوتاهش، اقتصادش، بانکش، پولش، گوسفندش، هر چیزش مینویسه. این یعنی این که یک مبارزه بسیار گسترده علیه ایران و پانفارسیسم در جریان است و این مبارزه پیروزه، برای اینکه بر شانه چند تا روشن فکر که آمریکا پولش تأمین میکنه در رادیوهای فلان، یا انگلستان تأمین میکنه در BBC، یا فرانسه تأمین میکنه در رادیو فرانسه، یا آلمان تأمین میکنه در رادیو آلمان نیست. هیچ ملتی برای ترک ها، برای عرب ها، برای بلوچ ها، برای ترکمن ها، برای قشقایی ها، برای لور و گیلکی و مازنی و تالشی رادیو و تلویزیون نداده. میلیون ها دلار در سال بهشون بودجه نداده که بیان علیه فارس حرف بزنن، در رابطه با منافع خودشون حرف بزنن. اتفاقا تمامی این دولت ها، از چین و ماچین گرفته تا ژاپن و نمیدونم تا کشورهای عربی تا اروپا و آمریکا،
همشون پول میدن به رادیوهاشون تا روشنفکران به اصطلاح روشنفکر فارس یا طرفداران روشنفکری فارس و استعمار ایرانی بیان و فقط از فارسیسم حرف بزنن. در همین رادیوهای شما هم اخبار رو، اطلاعات رو غلط میدید، به نفع فارس میدید، به ضرر اون ملل میدید. شما هنوزم وابسته هستید. شما چطور من رو متهم میکنید از آذربایجان و ترکیه و اسرائیل و آمریکا و کانادا و اینا پول میگیرم، ولی خودتون پول میگیرید، همتون پول میگیرید. همتون بدون استثنا پول میگیرید، یا از حکومت ایران میگیرید یا از حکومت کشورهای دیگر. ما در حد والانتیر داریم کار میکنیم، داوطلبانه بدون چشم داست با حداقل زندگی داریم کار میکنیم و مفتخریم که آذربایجانی ها ما رو اجیر کردن. اگر ما مزدور هستیم، مزدور آذربایجان هستیم و افتخار میکنم که مزدور ملت ترک آذربایجان باشم که تومن ریال پول میدن و ما کار میکنیم براشون، افتخار میکنیم. ایران در حال تجزیه هست، شرایط بین المللی هم برای این مهیا هست و اگر هم شرایط بین المللی مهیا نباشه، فرزندان ملت ترک، فرزندان ملت عرب، فرزندان ملت بلوچ، فرزندان ملت قشقایی، فرزندان ملت ترکمن دست به دست هم میدیم، ملت هامون رو بیدار میکنیم و استقلالمون رو میگیریم. اگر شما مایل هستید ایران کنونی با همین مرزهای گربه ایش بمونه، باید به استعمار 100 سالتون اعتراف بکنید، به ظلم مضاعف 100 ساله اعتراف بکنید و برای جبران اون راهکار بدید. تضمین‌های بین المللی، تضمین‌های داخلی بدید. تضمین‌هاتون باید 2 مرحله‌ای باشه، تضمین‌های بین المللی، تضمین‌های داخلی. تضمین داخلی داشتن ارتش توسط خود ما و ما نباید به شما مالیات بدیم، باید شما به ما غرامت عقب نگه داشتن ما رو پرداخت بکنید، غرامت تبعیدها و اعدامها و زندانها رو بدید. چرا باید در آذربایجان آدم بیاد بگه که آقا من میخوام در چارچوب قانون اساسی زبان ترکی هم تدریس بشه؟ چرا باید 10 سال تو زندان باشه؟ چرا باید بگه آقا آذربایجان هم باید حق داشته باشه حزب خودشو داشته باشه؟ ما نمیخوایم تحت حزب فارس فعالیت بکنیم. چرا باید اینها 10 سال 15 سال هر کدوم محکوم به زندان بشن؟ و شما حالا اون حکومت شما چیکار کردید؟ کی محکوم کردید حکومت رو به خاطر اینکه این آذربایجانی زبان مادرش رو میخواد؟ چرا باید بره زندان؟ اون آذربایجانی میخواد حزب آذربایجانی رو داشته باشه، چرا بره زندان؟ اون آذربایجانی میخواد بانک آذربایجان رو داشته باشه، چرا با پولهاش بره تهران؟ بانک‌های فارسی است و گلوله و تفنگ و زور و سرباز بشه و زندان بشه و اعدام بشه، سر خود ما برگرده. تا مادامی که راهکار عملی از افکارتون اول باید عقب نشینی بکنید، دوم باید بپذیرید که ظلم کردید و میکنید، سوم باید برای بیرون رفت از این بحران و جلب اعتماد آذربایجان و عربستان و ترکمنستان و جاهای دیگه باید ضمانت بین المللی و داخلی بدید. ضمانتی که ما بپذیریم قابل عملی شدن هست و توان اجرای اون رو هم تضمین بکنیم. دو طرف. بسیار ممنونم که امروز رو با من بودید. سپاسگزارم.
اگر نظری داشتید حتی مخالف من بنویسید، براتون جواب میدم. متشکرم. روز بخیر.